لونل وایتی پرهام 17 ساله اولین کیل خودشم ثبت میکنه. چه خبر اونجا داخل قلعه سانتاریوم؟ سرور اروپا و پینگ بد و پلیرهای ترای هارد. ببینیم قراره یه سول اسکواد بزنه یا نه. میدونه انمی از سمت راستش قرار بیاد لیزر رو میزنه. یه دونه شات دیگه. باری کلا بهت پرهام، چه سرعتی داره. مرسی، یه نفر دیگه از این اسکواد مونده. جی جی بهت پرهام. نسل اینا نسل غیر قابل کنترل واقعا. کلاس اسموکی که همیشه کنارشه. ببینیم نفر آخر قرارش چجوری بذاره. من هیچ جا رو نمیبینم. انمی هم خطش گرفته. باری کلا بهت. لونل وایتی پرهام 17 ساله اولین کیل خودشم ثبت میکنه. چه خبر اونجا داخل قلعه سانتاریوم؟ سرور اروپا و پینگ بد و